باهاشون توی یه محل زندگی میکنیم. از دستشون آرامش نداریم. نازان خانم بریم من براتون توضیح بدم. من دستیار مدیر پرورشگاه هستم. مثل اینکه برای دخترای ما یه مشکلی پیش اومده. مثل اینکه این دختراتون نیومده دردسر درست کردن. ظاهرا بچهای ما دیگه تو پارکی که توش بزرگ شدن هم امنیت نداره. ببخشید فکر میکنم این وسط یه سوء تفاهم شده. نه خیر خانم، هیچ سوء تفاهمی پیش نیومده. بفرمایید اینم بچه‌ها حی و حاضر. دخترای شما در قبال پول بهشون پیشنهاد رابطه دادن. بعدش هم دروغ گفتن و به بچه‌های ما تهمت زدن. از کجا معلوم بچه‌های شما دروغ نگفته باشن؟ چطور جرأت میکنین؟ من این پسرا رو خوب میشناسم. یکیش پسرمه، اونام دوست داشتن. تا به امروز نه دروغ گفتن نه با کسی دعوا کردن. خانم محترم بهتره شما جلوی دخترای خودتون رو بگیرین. گفتیم بی کس و کارن، دلمون سوخت، ولی ببینیم به چه روزی افتادیم. اگه اسم من نازان ازگوره، کاری میکنم اون پرورشگاه از این محله بره. مگه شما کی هستین؟ کالج کوشیولو رو میشناسی؟ من مدیرشم. بریم. سرکار دخترها آزاد شدن؟ نه اونا رو قراره فردا صبح بفرستیم برای معاینه. نمیفهمم چه معاینه‌ای؟ قرار معاینه‌شون کنن. شما چی دارین میگین؟ چی میگین؟ مامان اون دخترها هیچ گناهی ندارن. اون دخترها بابا تو عجب آدمی هستی سرکان. ببینم تو منظورت چیه؟ سرکان خاله نازان ما قصد بدی نداشتیم. جنگ میخواستیم خوش بگذرونیم همین. وقتی هم که پلیسا اومدن گناهی بهشون تهمت زد. دستتون درد نکنه. همه چیزو بندازین گردن من. مقصر همه چیز منم نه؟ گناه راست میگن؟ آره در نهایت که این کارن. اگه امروز نباشن فردا میشن. دروغ میگن؟ تو چرا اینقدر بی‌شرفی آخه؟ خیلی خب بچه آروم باشین. تو دردسر افتادین. با این وضع میتونن به خاطر تهمت ازتون شکایت کنن. میفهمین؟ سرکان شنیدی چی گفت؟ دهنتو میبندی وگرنه زندگیمون به فنا میره. فهمیدی؟ پس زندگی اون دخترها چی؟ سرکان الان برای من زندگی تو از همه مهمتره. به تو هم اعتماد ندارم. نمیخوایم این مسئله کش پیدا کنه. هرچه زودتر شکایتتون رو پس بگیریم به نفعتونه. نازان خانم فردا صبح بریم پانسیون و با مدیرش صحبت کنیم. بگیم دلتون به حال دختر رو سوخته و میخواین شکایتتون رو پس بگیرین. سناریو همینه. فهمیدین؟ بذارین اونا هم شکایتشون رو پس بگیرن تا این موضوع ختمه به خیر بشه. باشه خیلی خوب بیاین بریم. بیاین زود بریم. اون آرتیست رو ببین. شما چی دارین میگین؟ چطور همچین چیزی ممکنه؟ من اجازه همچین چیزی رو نمیدم سرکار. اونا جوونن. فکر نمیکنین چقدر غرورشون جریحه دار میشه؟ سرکار ازتون خواهش میکنم اجازه ندین. رویه همینه. باید ببخشین. میتونم دخترها رو ببینم؟ برای چی گفتی ما هم شکایت داریم؟ تا وقتی اونا هستن به حرف ما گوش نمیدن. اونا الان رفتن تو تخت خوابشون راحت خوابیدن. اون وقت ما اینجا چی کار میکنیم؟ بسته دیگه دختر گریه نکن. چرا نباید حقمونو بگیریم؟ نباید بگیریم. نمیذارن که بگیریم. فکر کنم هنوز متوجه نشدی که داری تو پرورشگاه زندگی میکنی. نمیتونی با نقشی که زندگیت برات رقم زده اخت بشی. تو هنوز داری حرف میزنی؟ تو اونا رو انداختی به جونمون فقط به خاطر تفریحت بود؟ آره دیگه باهاشون میرفته کافه، به حساب اونا میرفته رستوران. این تمام دردش فقط همین کارا. تو چی داری میگی؟ دلم خواست. فهمیدی؟ به جای اینکه ریخته نسل شماها رو ببینم دلم خواست با 2 تا پسر خوشتیپ بگردم. فریده خانم به خدا من میگناهم. من فقط دنبال سوگل رفتم. فقط خیلی خوب من میدونم. حرفتون رو باور میکنم.
امشب باید اینجا بمونیم. فردا صبحم. فردا صبح چی؟ ما رو میندازن زندان؟ نه همچین چیزی نیست. قراره ببرنتون واسه چیز. زود باشین سریعتر دخترها رو پیاده کنین. خانم تو رو خدا ما کاری نکردیم، ما رو نبری. نه تاش چیزی نیست، فقط میخوان معاینتون کنن. تو رو خدا ما رو نبری. شما اینجا منتظر بمونی. فریده خانم تو رو خدا یه کاری بکنی، نجاتمون بدین. خیلی خوب، بذار کارشونو بکنن، حداقل ثابت میشه که کاری نکردین. شماها مجبور نیستیم به کسی چیزی رو ثابت کنین. تا وقتی که شماها نخواین حتی نمیتونن معاینتون کنن. من اجازه نمیدم. واقعا میتونه جلوشونو بگیره؟ تو از نتیجه این معاینه میترسی نه؟ بی تو چه؟ مارال! شش، دخترا بابا وقتی می اومدم استانبول بهت گفتم دیگه هیچ وقت ازت هیچی نمیخوام، ولی الان میخوام. برای خودم نیست. نه من خوبم، نگران نباش. واسه دختره پانسیونی که توش کار میکنمه. بابا خیلی بده. اون دوستت بود قاضی اسمت، اون اینجاها آشنایی چیزی نداره؟ دیشب واسه چی بردنت کلانتری؟ کیف پولشو گم کرده بود، رفته بود شکایت بکنه. بالاخره پیدا شد؟ نه نشد. صبونتو خوردی، برو دیگه مدرسه. سرکان چی؟ سرکان بعدن میاد. به گونه و جنکم بگو موضوع رو همینجوری که من میگم تعریف کنن. فهمیدی چی گفتم؟ خدا رو شکر که بابات اینجا نبود. اون مطلقاً با ملایمت برخورد نمی کرد. گفته باشم؟ خدایا تا فکرشو میکنم حالم بد میشه. شما پسرای خوشتیپ و خانواده داری هستین، یعنی تو مدرسه و کلاستون هیچ دختری نبود باهاش قرار بذارین، پا شدین رفتین سراغ دخترای اون پانسیون؟ مامان اون دخترا کاری نکردن. ساکت باش. ببین هنوزم داره حرف میزنه. پسرم گوش بده. وظیفه من به عنوان یه مادر اینه که وقتی تو دردسر میافتی با کمترین آسیب ممکن خلاصت کنم. ببین آینده درخشانی در انتظارته. تو یه مدرسه خوب داری درس میخونی، حتما یه دانشگاه خوبم قبول میشی، ولی اون دخترها هیچ آینده‌ای ندارن. فهمیدی چی دارم میگم؟ مامان بس دیگه. گونه و جنک هم به این راحتی ها از این موضوع خلاص نمیشن. به زودی با خانواده هاشون ملاقات میکنم.